یکی از جنایتکاران محکوم شده به عیسی طعنه زده می گفت مگر تو مسیح نیستی؟ پس هم خودتو هم ما را نجات ده. ولی دویمین در جواب او را سرزنش کرده گفت مگر از خدا نمی ترسی؟ آخر ما هم به مرگ محکوم شده ایم. ولی جزای ما از روی عدالت است، زیرا آنچه را سزاوار بودیم همان را گرفتیم. وای باشد هیچ کاری بده نکرده است. بعد او گفت عیسی التماس وقتی که در تخت پادشاهیت میشینی مرا به یادت بیار. عیسی به او جواب داد به راستی به تو میگویم که خود همین روز با من در بهشت میشوی.